سومین سال تاجگذاری دیلاق شاه در همین مکان برگزار می گردد. مردی که یک شو مرد، این چه وضع برخورد با شهبان شهر است؟ اعلی حضرت، شما در این توهمی که دارید میتوانید خود را پادشاه مملکتی بدانید که پول هیچ کشوری در این مملکت در کشور دیگر بلوچه نخواهد شد. عشق من، هستی من، باورم نمیشد دوباره دارم میبینمت. اصلا نبجار کوچه و بازار برنید و جار بزنید. این پس چاقی جرم بوده و با افراد چاق برخورد خواهد. امیرمان مانده بود جلوس بنماییم و مانند زنان اندرونی سبزی پارت کنماییم. مردم به رهبری سیاه بازار، دلغکان، تندازان، مطربان، سرورم در حال شورش علیه ما است. این گونه که حکومت ها کمرنگ می شود و مردم فارغ از هر مرز و نژادی با یکدیگر رفت آمد می کنند. نه رویای آن هم قشنگی. بگویید من قرار بیاورم. من در ستارگان دیداهه که او بعد از ازدواج‌های ناموفق به وصال شما رسیده. نکند میخواهند اغتشاش کنند، نکند میخواهند نظم عمومی را برهم بزنند. خدای میباتد دناب یولان، ما باید تاکر دناب همایونی باتیم.